السلام علیکم دوستان عزیز، برادران، خواهران، پدران، مادران گرامی. من زین‌الدین هستم. فرهنگ چیست؟ فرهنگ ستون خودشناسی هر یک خلق و ملت است. من در آن بحث‌هایی که بین جوانان در شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک، ادنکلاسنیکی، اینستاگرام و دیگر شبکه‌ها صورت می‌گیرد، می‌بینم که آداب سخنرانی جوانان ما خیلی در سطح پست است. بهتر است از این سخنهای هرزه که هیچ سودی نیست دست کشیده به شناخت فرهنگ خود پردازیم تا معرفت را دریافته باشیم. چنانه که همه ما میدانیم خلق تاجیک از قدیم الایام با شاعران و نویسندگان و با بزرگان خود مشهور جهان گشته است. بیایید یک جایه از نوشته و از گفتار و از پندهای بزرگان دیروز و امروز تاجیکستان بهره میبریم.